درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم در هر کجا که هستید و در هر ساعتی از روز این ویدیو رو تماشا میفرمایید سالم و تندرست باشید. در ادامه مطالبی که در ویدیوی قبلی خدمت شما عرض کردم، در این ویدیو میخوام که در خصوص ساختار بیمه‌های بازرگانی در ایران چند دقیقه خدمت شما توضیحات کوتاهی رو تقدیم میکنم. قبل از هر چیز اجازه بفرمایید در خصوص ساختار نهاد ناظر در واقع بر بخش بیمه‌های بازرگانی خدمت شما توضیحاتی ارائه بدم. نهاد ناظر بر بیمه‌های بازرگانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست. خب میدونید که صنعت بیمه در ایران در دو شکل فعالیت می‌کند. بخشی به عنوان بیمه‌های اجتماعی یا همون بیمه‌های اجباری که خب به طبع ساختار دولتی دارند و هدف از تشکیل این سازمان‌های بیمه‌ای چیزی جز ایجاد رفاه جامعه، حالا در زمینه‌های درمانی یا بازنشستگی نیست، همانند سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه نیروهای مسلح و صندوق‌های بازنشستگی. اما در کنار اینها ما بخش دومی رو داریم تحت عنوان بیمه‌های بازرگانی که همونطور که از اسمشون پیداست در واقع این بخش و این صنعت به نوعی کار بازرگانی انجام میدهد با محصولی به نام بیمه. نهادی که به این بخش نظارت میکند همونطور که خدمتتون عرض کردم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست. اما بیمه مرکزی چه وظایفی براش در واقع مشخص شده؟ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به نوعی در واقع زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور هست، اولا مجوز شرکت هایی که تحت عنوان شرکت بیمه فعالیت می کنند رو صادر می کنند. بنابراین چون مجوز اونها رو صادر می کند، قوانین، آیین‌نامه ها و دستورالعمل های مربوط به فعالیت اون شرکت های بیمه و اساساً بخش بیمه های بازرگانی رو تدوین و سیاست گذاری و ابلاغ میکنه و خب نظارتش رو هم بر عهده دارد. علاوه بر اون در واقع علاوه بر مهمترین وظیفه‌ای که دارد، خدمت شما عرض شود یک سری شاخص‌هایی هم در واقع مشخص شده که با استفاده از اون شاخص‌ها به بخش بیمه‌های بازرگانی نظارت مستقیم داره. به طور مثال شاخص توانگری مالی. ان شاءالله در ویدیوهای بعدی در مورد این شاخص‌ها بیشتر با همدیگر صحبت خواهیم کرد. خدمت شما عرض شود که و از حقوق بیمه گذاران جامعه دفاع می کند و به نوعی میشه گفت که گوش شنوای جامعه بیمه گذاران هم هست. در کنار این مواردی که خدمت شما عرض کردم، شرکت های بیمه‌ای رو داریم که در ساختار بیمه های بازرگانی دارن فعالیت می کنن. تنها شرکت بیمه دولتی که نه تماما در حال حاضر، یعنی این ویدئویی که داریم در سال 1404 ضبط میکنیم، در حال حاضر تنها شرکت بیمه دولتی که بخشی از اون البته دولتی هست شرکت سهامی بیمه ایران هست. مابقی شرکت های بیمه‌ای در ایران به طور مثلا بیمه کارآفرین، دانا، آسیا، البرز، پاسارگاد، پارسیان، اینا همگی جزو شرکت‌های بیمه خصوصی هستند، شرکت‌های بیمه سهامی عام هستند که سهامشون رو در واقع به عموم مردم واگذار کردن. اما همین شرکت‌های بیمه هم به چند بخش تقسیم میشن. شرکت‌های بیمه‌ای که میتونن در تمامی رشته‌های بیمه‌ای فعالیت بکنن، اما شرکت‌هایی هم هستند که تصمیم گرفتن که به بخشی از رشته‌های بیمه متمرکز بشن. به طور مثلا بیمه‌های زندگی، مثلا شرکت بیمه خاورمیانه که در حال حاضر که عرض کردم این ویدیو رو ضبط می‌کنیم متمرکز هست فقط بر بیمه‌های زندگی. یعنی این شرکت قادر نیست، یا به عبارت بهتر بگیم که نمیخواهد محصولی رو مثلا در زمینه بیمه‌های خودرو بفروشه و نمیفروشد. علاوه بر این شرکت‌های در واقع تخصصی، ما شرکت‌هایی رو هم داریم که این شرکت‌ها کارشون کار بیمه‌گری نیست.
به عبارتی مشخصا محصول بیمه‌ای برای شما نمیفروشن. اساسا مخاطبشون عموم مردم نیست. اینها در واقع تحت عنوان بیمه‌های اتکایی کارشون پشتیبانی از شرکت‌های بیمه است. به عبارتی شرکت‌های بیمه رو بیمه میکنن. حالا این بیمه‌های اتکایی چیه؟ اشاره در ویدیوهای بعدی و در یک ویدیوی اختصاصی در مورد ساختار این شرکت‌ها هم با شما صحبت خواهم کرد. اما مهمترین بخش بیمه‌های بازرگانی، صنعت بیمه‌های بازرگانی، شبکه فروش این صنعت هست. شبکه فروش در واقع به دو شکل در داخل ایران فعالیت می‌کند. تحت عنوان نماینده بیمه و کارگزاران بیمه. نمایندگان حقیقی بیمه یا نمایندگان حقوقی بیمه. کارگزاران حقیقی بیمه یا کارگزاران حقوقی بیمه. اینها چه تفاوتی دارند؟ خب نمایندگان بیمه نمایندگی می‌کنند از منافع و اهداف و محصولات یک شرکت و در واقع یک شرکت بیمه رو. اما کارگزاران بیمه محدود به یک شرکت بیمه نیستند. در واقع اینها با توجه به اینکه مجوزشون رو از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم گرفتن و دوره‌هایی که سپری کردند، محصولات تمام شرکت‌های بیمه رو در واقع عرضه می‌کنند. اما نمایندگان بیمه نماینده یک شرکت خاص هستند، به طور مثال نماینده بیمه ایران، نماینده بیمه کارآفرین، نماینده بیمه آسیا. باز در ویدیوهای بعدی در مورد مزایا و معایب در واقع نمایندگان و یا کارگزاران خدمت شما مواردی رو تقدیم خواهم کرد. اما بخشی هم در کنار این شبکه فروش فعالیت میکنن تحت عنوان بازاریابان بیمه که میتونن با نمایندگان بیمه یا کارگزاران بیمه هم فعالیت بکنن. اما بخش دیگری هم در صنعت بیمه‌های بازرگانی وجود داره و اون هم در واقع نهادهایی هستند که کمک دست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند. به طور مثال پژوهشکده بیمه، یک نهاد علمی که همونطور که از اسمش پیداست در بخش بیمه‌های بازرگانی، در صنعت بیمه‌های بازرگانی کارهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی رو انجام میدهد و در طول سال دوره‌های آموزشی تحقیقاتی رو هم برگزار میکند. سندیکای بیمه‌گران هم یک تشکل صنفی است که مربوط به شرکت‌های بیمه هست که چندین سال است که در این بخش فعالیت میکند و وظایفی رو بر عهده دارد. علاوه بر اون انجمن‌های صنفی و تشکل‌های صنفی که مربوط به در واقع نمایندگان بیمه یا کارگزاران بیمه هم هستند از سالهای پیش تشکیل شده و به صورت استانی و یا کشوری داخل این صنعت فعالیت میکنند. این شالوده اصلی صنعت بیمه بود که در کشور ما، در کشور ایران فعالیت میکنند و تا به امروز ما در واقع خدمات بیمه‌ای رو از این بخش توسط این ساختار دریافت میکنیم. در ویدیوهای بعدی در خصوص هر کدام از این بخش‌ها تلاش خواهم کرد که مواردی رو خدمت شما تقدیم کنم. روز بخیر.